سوال دیگه ای هست که نماز خواندن پشت امامان ترکیه چطور هست؟ آیا پشت از اونا نماز بخوانیم؟ خب در قسمت امامای یک مملکت انسان نمیتونه به شکل عام صحبت بکنه، به خاطر از که در یک مملکت مثلا هر قسم علما می باشه، مثلا علمای خوب می باشه، علمای بد می باشه، علمای درباری می باشه، علمای که تایید دموکراسی میکنه. پس راه حل برازی است. مثلا ما وقتی که یک عالم را ببینم که این پیروی از دموکراسی میکنه و یا مثلا این مثلا اونجا زیادتر امی چی است عقیده ابن عربی هست چون بالا است، امی عقیده حلول ایگپا هست، اگر کسی به اونو اعتقادات بدعتی و به او اعتقادات باشه و انسان بشناسه که از اونو جمله هست، پشتش نماز نمیخوانیم. و کسی که مثلا با سیکولاریسم و با دموکراسی و در انتخابات دموکراسی مردم دعوت میکنه، خودش اشتراک میکنه، پشت از این نماز نمیخوانیم. اما یک عالم دیگه که باز یعنی عیب ها را نداشته باشه، او را اگر در جای باشه و این هست در هر مملکت می باشه، بعضی از علمای هستن که در این چیزا نیست، باز پشت از اونا انسان نماز خوانده میتونه. اما اگر ثابت شود که این قسم کسا هست، پشت از ما نماز نمیخوانه، نه پشت او کسی که عقیده حلول و ایگپا داره، چرا این عقیده حلول مطلقاً کفر است. و همچنان اگر کسی مثلا در دموکراسی و در سکولاریسم و در ایگپا چی میکنه، چون اینا در کفر داخل شده است، بنابراین پشت از این ما نماز نمیخوانیم. و اگر به این چیزا فتوا میده، بازی به طاغوت مبدل شدن و پشت طاغوت نماز نمیشه.